اگه دیدیش نترس، چون اگه قرار بود زنده بمونی نمیدیدیش. این چیزیه که راجع به B2 اسپریت میگن. B2 ترسناکترین بمب افکن رادارگریز جهانه. این بمب افکن 70 تنی قابلیت حمل حداقل 80 بمب 230 کیلویی هوشمند و 16 بمب هسته‌ای 1100 کیلویی D83 رو داره. طول این شبح نابودگر 21 متر و پهنای بالهاش 52 متره. این غول آمریکایی توسط شرکت نورثروپ گرومن ساخته شده. این شرکت تحقیقاتش رو از سال 1987 شروع کرد و در سال 1997 B2 معرفی شد. با وجود اینکه 34 سال پیش ساخته شده، ولی هنوزم مرگبارترین بمب افکن سنگین جهان به شمار میره. هزینه هر فروند از این بمب افکن معادل 2.1 میلیارد دلار بوده و همتراز با هزینه یک کشتی جنگی پیشرفته محسوب میشه. و در کنار اون هزینه نگهداری هر فروند B2 به صورت ماهانه 3 الی 4 میلیون دلار محاسبه شده که این هزینه‌ها باعث شده فقط 21 فروند از این بمب افکن ساخته بشه.